اگه بالا که میدیشتن خوب کلای بود. گوشان گرم بودن. بله. کجایی؟ انگیلک. بیا شتن گیلک. شتن جان بری. خیلی سلامتی. اول خوبه. شکر زنده بشی. بیلا کمر منه. نوار شد. شتن گیلک. شکر فضل خدا. دام غنیبت. چی گپایه؟ خیرتی. چی کار میکنی؟ سوزن میبفی؟ نه امی کلاگت مگه بالا که میدیش گوشام هم گرم بودک. خوب کلاهیه. بالا بیا تبادله کنه. او از توی از من. این خوب کلاه بازی بال تیار میکنه مدرمه. میگم بله. عباس یار برادر برادر گپ نگرد. اچی؟ این مادر تو قوقا بپا کرده. اچی؟ همین محفل پریرو پریشو برادر تمام گوشی ها همه رقصا مادرتونه. پاویلانیه همین تمام همین گوشی ها حتی از این جگاه اینا رو ری کردن به امریکا به آلمان و به ایران و به کجا و کجا و قوما. برادر میگم این مادر عباس اشته بوده چی میرخصه دانه مردم زنکوارم نه یاره باور کنیه ایت قبول که خوب که برم گیله خلاصه دیگه تا پنجشنبه دیگه نمیاد ایتا اگه چشمک بزنه تا پنجشنبه ما مردم کجا برق داریم خب یاره برادرم تو که میگم همون خوندن چی میں تیرے دشمن تو میرا تکناک دل میں تیرے دشمن خوب رقصی کرد مدام ماره دان 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 گیله حق خوننده شی این رقص به تاچی میبینی مدرم دیگه زن قدیم خوب رقصا یاد داره رقص میکنه واقعا کجا هم پیار تو؟ پیار مبزو خونیم مدر تو کجا؟ مدرم پین خیالم زنگ زدم بله شکر خوب خیره خیر گپی نیه خیر بینیم تشکر خداحافظ کی نگیله؟ امی همسایه ما فرغونه برده بیده گفته این به درد نخورد بیاوردم گفتم خیره خوب دیگه خوب رقص میکرد خوندن بابا کرم هر چقدر ناز کنی غمزه کنی باز تو دلدار منی بابای شیر غم آدم های همینا بله خوب بابا نگاه میکنی خوبه سیه خدا حافظ با بیلا چقدر زنگ میده فقط رئیس جمهوری گیلک فهمیدی؟ مدرم زن قدیم هم رقصای نمیکنم به طالار بر 36 آمد گدیون نبوده بیدیش رقصای میکرد مدرم زن قدیمه دیگه برو پیار خود صدق بیا کار داری؟ خب مدرم میرخصه به خود افتخاری هم میدونه وای 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 سلام گیلک یار اینجا خوبه جانجوره شکر زنده باشی اول خوبه فضل خودش چی عجب از اون خبر گرفتی دیگه میام بابا یک بالا که من تیار کنم گوشم خودتی گرم شه باشه کلا دیگه با تو مستانم خب گیلک بیامده باشه چی ماه؟ چی میگه گیلک جو؟ یار کاکا ایت شیر مادر از یادم
از کی؟ برادر تمام همین زنکا زن ماما نورالدین میدینی میتونم امیتا معلوم میشه مادر میگه امیتا چشمای مثل چشم گوسالگه بری عده مادر ازی سی میکده یک رقص همون خوندن چیزه بابا کرم چی مارا نمی رقص بزی میکن کی میرقصی؟ مادر ازی مادر ازی؟ تمام گوشیا قوقا و پاکرده به تمام همی کشورها یعنی مادر ازی؟ نه مادر مه شیر مادر از ای به کورس رقص رفته مادر ما پرسان کردن گفتن اینا را کجا یاد گرفتی گفت زن کاکا جون ما به کورس رقص میرم برج ما چون 1,500 روپیه میدم کورس رقص که رقص یاد گیره خواه گیلک جان او زن منیه خوشکو و زن بتواند بسه نکو نیامو به کورس رقص میره تومات نداره شیر توماته بابا شیر مادری که میتونی یاد گرفتی توماته که میگه پر میزنی سر شمار به تمام میاد چه کاره؟ به کورس رقص میره مادر می وانه به درست مون عباس کاکا افتخار بدونیم به خود سر شمار به تمام افغانستان دنیا بالا چه کرده افتخار بدونم؟ بابا فیس کورس 1,500 ما دادم تو اشتباه میکنی تو غلط میکنی بدون اجازه کار میکنی چرا کاکا زن سرسفیدش خجالت نمیکشه به کورس رقص میرن دیگه خوب اشتباه میکنه که میره نه یاد گیره اینه چی داره؟ هنر ما ابره صد میره رو تحتون ای که 1000 تا زن دندونای نامیتا دهنای نو وا میره مثل کاسه خیرات بری او کمه گپ کم کو بابا مردم میگن پیرزال سیکو ای تا رقصه اجمونا چی تره مره تره مه تره مره تره مه تره مره تره مره تره مره تره مه میگون گیلک جان وخی کاکا جان این به شما جای افتخاره تمام گوشیال عزیب زی بلوتوز میکنه عزیب زیرایی میکنه عزیب زیرایی میکنه سعی میکنی مادر فلانی زن فلانی سکنی کشته رقصه یاد میگیره وخی گپ کم کو برو سرخ وخی کجا برم برو سرخ وای بیچاره که دروغ نمیگه خب بخی. من دروغ اینجا میگم بودم من کو بیا من به شما تبریکی بدم میگو وخی دیگه اصلا من خراب نکن وخی که قرآن کلی خون میده میکنم چیزم یاد داره با اون کاکا کی یاد داره چیزه او شری برو که میزنم تو دیگه برو تبریک باشه کاکا عباس تو خجالت نمیکشی تو شرم نداری بابا دروغ تو نگو. بدون اجازه ما چی پیله به دستون برخ میدی که خب مادر گفت کورس قطعی فیس پوره شد 1,500 دادم دیگه گفتم میزنم تاکیش میدم تو رو من به پیرون مرداره میکنم به میگی و خبر مادر خصوصا که یک دقیقه بیای بده خوب دیگه مر سر بلند کردی ابری سیدن پاک ببردی مادر بچه من خبر ندارم بیای چی گپه چی کاره؟ میگم خوب سر بلند کردی نکردی از چی بابا؟ میگم شما در پیش خود سرترشی میکنی خب میری و کورس رقص میری خب او کورس رقص نیه دیگه اونجا از چیزه از خارج آمده به من یاد میده کورس رقص با کجایه؟ شرم کو چری؟ سر تو سفید شده پیرزال شدی بیخی همون زد شرم عیان نداری چه شرم خبری سد به پاک ببردی بسته گوشی ها رقصات را هم به تا گوشی های بس هر تا سر جان پخش کرده شده خوب من دیگه اشتاتش نگیرم من اشتاتش نگیرم از دست کورس رقص دوستم با کجایه؟ اشتا کورس رقصی نیه به تالار نرفتی بودی خوب تالار بود دیگه او کو خوب تالار با تالار چند تا گوشیه به دست میزنه که تو فکر میکنی یا نه از سر تو سفید شده جغداد سبب بیبی نواسته میشی خب خیره باشون چیکار میشه؟ چی خیره باشون یک زن جغداد نکشم چه جغداد نکشم مرتر دادیم ابلی صد بر بردیم خب خیلی پول که نمیستونه دیگه کمیه او کو لا اله الا الله محمد وقتی برو دیگه وقتی نه خود چه وقت برو ادم نظر وقت برو دیگه ادم نظر برو
خب گناه چی؟ خب برو دیگه کدام گناه دیگه که نکردم. وقتم برو بخی بده. عجب مردمی شما. این گیلک بیامده من تو مرغه میگه پولوکه میگه ابری سعد مر پاک ببرد. تو زن تو شرم نکردی حیا نکردی. تو چی رقم انسانی تو شکم خود سر کو یکی مازر به کورس نده. اگر این فیلمات تو تا بازار پخش شد چه کار کنم؟ پاک مر بکش ازی بیتر مر بکشی بیتره. ابری سعد مر ببردی پاک. من چه کار کنم خود شما؟ بچه میگه من پلات فیس چیز در بدادم ماشه ما بدادم شکم خود سر کو یکی نمازر پر نده بالید رقصا خو بیلا اشتباه ساختم خاله جان خاله بیای مینجی بری خونه. کینی تو؟ منو کجی. سلامتی کجی؟ شکر خاله جان شما خوبی بخیری؟ چی عجب این طرفا اینجا چی می؟ نپرسیم خاله چرا؟ بیخی قوقا و پا کرده. تو هم مونده بودی که گپ زنی؟ خاله ما خبر نشون کی خبر شد. من نفهمم کی گپ بفهمه. اصلا بمونده بود. خاله شما قوقا و پا کرده. ایران و افغانستان و تمام مردم رقصا شما رو بدیدم. مبارک باشه. زنده باشی سلامت باشی. خیلی شما هم مبارک خوشحالی باشی. کردم. با تو چی؟ تو چی کاری فضولی؟ های خاله های با خود خوب. رقصای میکنی که به من رو کنی زمین کسی نمیکنه. امیت خوبه. خاله شما سر شما سفید شده اشته رقص میکنی. غمی نداره خیلی رنگ میکنه که معلوم نشه. یعنی خدا یار خیلی شما هم خاله شما بیخی تاییدی. بیخی دیگه تایی. ایتا باعث افتخاره برای ما ایتا خاله داریم. به خدا میتونه. من دخترها ایندی نتونم ایتا برقصم. با تو فضولی نکن. تو به خاطر خونه بیام دیگه فضولی کنی. بیام ادام شما تبریکی با تو خاله. حرکت کن یالا بخی خسته بریشو بده. من نمام که با من فضولی کنی بریشو. خاله جو تبریک باشه. بریشو تیز برو بریشو. بعد دیگه نه اینجا فضولی. یعنی که من فضولی تیز برو دیگه نه. خاله مبارک باشه. گم شو. فضول هم مردم به خدا هم میکن. کاری نکن دسته مردم از این بزو میگه. فقط فضول هم به خدا مردم. فقط کار دارم بهم کار مردم چی کار دارن شما بابا جز اختیار به زندگیمه. چی بگم مردمی بدم اینا. جواب دیگه. بله خاله خوبم سلامتی. میگم خاله جان سعی کنین به من گفتین من به حرف گفت شما برفتم به می عروسی برفتم برقصیدم. حالا شما بگو چی کاری که شما کردین به خدا؟ این چی کاری سعی کن یک دم گیلک میاد اینجا و من چنان میگه یک دم کجیر رای میکنه. این چی یک دم کجیر میاد من گپ میزنه مگر احمد میای محمودی میای من گپ میزنه. حتی دست شما نداره. خب اگه دست شما نباشه خب این سعی کن خاله جان نگاه کنین گوش کنین گپ خود خود من بیابرو کرده من سر لط کرده. صبح یک عالم جنگ داول خودی من بگرفته که تو میرقصی فیلماتو بدر شده و فیلماتو بدر میشه و چه کار و فلان. همه مردم خبر شدم همه مردم بفهمیدم دیگه. این کار خوبی نبود که شما کرده. یلکو دیگه تو هم به خدا خودم دوا میکنی خاله جان. یلکو خدا نه با یکی دیگه میای من اینجا فقط بیاد دارم که مردم گپ زنم یکی چیکار یا الله گیلک
گیلک بیا یه دقیقه گیلک تو کار دارم. بیا به خونه که چای بخوری. نه من بیا تیرم از چای شما بیا. چیه خیرته؟ میگم همین فضولی منافقی شیطونی ای چی ربطی داره به تو که میای به خونه مردم فضولی میکنی؟ چه کار کردم؟ پس نکن چه کار کردم؟ و نه خو گپ بخور بگو چه کار کردم؟ تو چی کاری میای به پیار میگه زن شما منقصه زن شما ایده میکنه زن شما میکنه خود تو بیده که جلو تو چه غزا مادر رو بزد پیار می بدیده به چی شاخونیه؟ خب با من بیامدم گفتم یعنی تبریک باشه مثلا اشتر اقصا میکنه اید با بچه خاله من کجیرسه که بیانده به خونه پیش مادر نوشته فیس میکنه خاله تبریک باشه خاله شما آقا پا کردین حالا بعد این گپ بگفتم گپ مفت نزنی هم فیس که کار خوبی نیه دیگه این فضولی ها نکن تو خوب نمیگه برو خواهد بستن شما که بیا اینجا فضولی میکنه